امروز میخوایم یه غذای فوق‌العاده لذیذ به اسم فایتا مکزیکی درست کنیم به همراه یه سیب زمینی خوشمزه و ترد رستورانی. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. دوستای دلم و کانال لذت آشپزی خوش اومدید. اول از همه به سینه مرغ نیاز داریم که اون رو به صورت نواری و برش‌های یکسان تقسیمش میکنیم. شما میتونید از فیله مرغ هم استفاده بکنید که من اینجا از سینه استفاده کردم. حالا برش‌های مرغ رو می‌ریزیم توی ظرف و بهش نمک، ادویه مخصوص مکزیکی و مقدار کمی روغن زیتون اضافه می‌کنیم که میتونید حالا از روغن دیگه هم استفاده کنید، ولی ترجیح من روغن زیتونه. و خوب ماساژش میدیم و میذاریم داخل یخچال تا مزه ها خوب به خورد هم برن. دوستای گلم، اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید که هر هفته براتون بهترین و خوشمزه ترین غذاها رو با دستور پخت راحت آموزشش رو میذارم. ممنون که همراه من هستین. توی این فاصله که مزه دار میشه مرغمون، میریم سراغ فلفل دلمه‌ای های رنگیمون. ما به فلفل دلمه‌ای از هر سه رنگ نیاز داریم که باعث خوشمزه تر شدنش میشه. اونها رو به صورت ژولین یا همون نواری برش میدیم و کنار میذاریم. بعد از اون یک پیاز رو به این صورت برش میدیم و اون رو کنار میذاریم و بعد از اون میریم سراغ برش های مرغمون. اونها رو میتونیم توی روغنی که داغ کردیم سرخشون بکنیم و یا اینکه حتی بدون روغن هم میتونید سرخ بکنید توی تابه های رژیمی که چون خودش به روغن زیتون آغشته شده نیاز به روغن هم نداره. حالا من اینجا روغن ریختم، شما میتونید روغن نریزید و تو تابه های رژیمی درستش کنید. بعد از اینکه این برش ها یک طرفش سرخ شد برگردونید تا طرف دیگه هم سرخ بشه. این سینه های مرغ خیلی زود و راحت پخته میشه و نیاز به طولانی مدت نداره که روی گاز باشه. برش های مرغمون که سرخ شدن اونا رو از تابه در میاریم و میریم توی همون تابه پیازامون که خورد کردیم رو تفت میدیم. یه مقدار که سبک‌تر شد و تغییر رنگ داد فلفل دلمه‌ای های برش داده شدهمون رو هم اضافه میکنیم و یه مقداری تفت میدیم تا از حالت سفتی خارج بشه و یه مقداری نرم بشه. بعد از اون برش های مرغ رو بهش اضافه میکنیم و همه مواد رو خوب مخلوط میکنیم. وقتی خوب مواد با هم ترکیب شدن یه مقداری آب لیمو ترش تازه رو هم به دلخواه اضافه میکنیم و یه هم میزنیم و از روی شعله برمیداریم. حالا میریم سراغ آماده کردن سیب زمینی رستورانیمون. برای داشتن یه سیب زمینی ترد رستورانی باید اول سیب زمینی ها رو به ابعاد یکسان تقسیم کنیم. به اندازه بودن سیب زمینی ها خیلی مهمه چون توی پختش تاثیر داره.
حالا حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت سیب زمینی هایی که خرد کردیم رو توی مخلوط آب و یخ و نمک میریزیم و اجازه میدیم که خیس بخوره. بعد از 20 دقیقه الی نیم ساعت سیب زمینی ها رو از توی آب و یخ در میاریم و روی یه پارچه میذاریم تا خیسیش گرفته بشه و یه مقداری خشک بشه و بعد از اون حدود 5 تا 10 دقیقه داخل روغن داغ میریزیم که نیم پز بشه. حدود 5 تا 10 دقیقه که داخل روغن داغ نیم پز شد اونها رو از روغن در میاریم و کنار میذاریم تا از دما بیفته. یه چند دقیقه که گذشت و سیب زمینی ها از دما افتاد دوباره اون رو به روغن برمیگردونیم و داخل همون روغن سرخ میکنیم. همونطور که میبینید ببینید چقدر سیب زمینی هامون ترد خوش رنگ شده و خیلی هم لذیذ و رستورانیه. و بعد از اون سیب زمینی ها رو در میاریم داخل سبد میذاریم تا روغن اضافهش گرفته بشه و بعد از اون میتونین ادویه دلخواهتون رو بزنید و کنار فاییتای مکزیکی خوشمزمون به این صورت که توی تصویر میبینید سروش بکنید. من از مزهش براتون نگم که تا خودتون تست نکنید متوجه خوشمزگیش نمیشین. فوق العاده غذای خوشمزه‌ایه و من بهتون قول میدم اگر درست کنید جزء غذای هفتگیتون میشه. هم خیلی ترد و خوشمزه است، هم درست کردنش راحته و هم اگه درست بکنید دیگه نیاز نیست که از بیرون غذا بگیرید و با مزه غذاهای رستورانی رقابت میکنه. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای دیگه رو هم ببینید.